سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 17 آگوست تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه و سرخط خبر مهم روز در این برنامه. از حمله به میلیسا تا همکاری با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، پرونده عبدالله غربتی به دادگاه رفت. تغییرات کادری، تعیین 3 معاون نو رئیس بانک ملی، مدیر نو تلویزیون علم و طبیعت و رکتور دانشگاه اسلاویانی. 13 تغییرات کادری در روبری وزارت کارهای داخلی. هلاکت 2 نفر از گاز اکسید کربن در شهر ظفرآباد. 48,000 سومانی جریمه شاه عباس برای دعوت 6 مهمان به جشن زودروز. وزارت کارهای داخلی نام مرد علاق شده در سوختار ماشین بنزینکش را نشر کرد. بازداشت 2 دختر نابالغ برای نشر عکس و ویدیوهای بدنام کننده. و اکنون تفصیلات خبرها. مسئولان دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه روز 17 آگوست سال 2022 به رادیوی آزادی گفتند که پرونده عبدالله غربتی بعد انجام تفتیش پیشکی برای بررسی به این دادگاه سپرده شده است. به گفته مسئولین دادگاه شاه منصور، پرونده را همین روز گرفتیم. هنوز روز اول مرافعه معلوم نیست. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، مقامات پرونده عبدالله غربتی را با 3 بند کودکس جنایی جمع و بست کرده به دادگاه فرستادند، از جمله تحقیر نماینده حاکمیت ماده 330، استفاده زوراوری به مقابل نماینده حاکمیت ماده 328 و اشتراک در فعالیت سازمان‌های ممنوع ماده 307 علاوه 3 قسم 2. برای تحقیر نماینده دولت به ژورنالیست همچون جزا و جریمه و یا تا 1 سال کارهای اصلاحی، برای زوراوری نسبت به کارمند دولت جریمه و یا تا 2 سال زندان تهدید میکند. ولی جزای از همه سخت از 5 تا 8 سال زندان به عبدالله غربتی بر اساس علاوه 3 ماده 307 برای عضویت در سازمان‌های ممنوع تهدید میکند. عبدالله غربتی خبرنگار و عکسبردار خبرگزاری مستقل از پلیوس روز 15 ایول سال 2022 چند ساعت بعد هنرپیشه و ژورنالیست و بلاگر شناخته دلیر امامعلی که با او همکاری داشت دستگیر شد. ابتدا گفته میشد که گویا عبدالله غربتی بعد آنکه او را در شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه شاه منصور بازپرسی کرده جواب دادند، هنگام برآمدن از بنا به یک کارمند میلیته حمله کرده است. بعد چند روز سر و صدای برخاست که گویا مقامات او را به همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی عیبدار میکنند. خود عبدالله غربتی این اتهامات را رد میکند و گفته است که نه کارمند میلیته را لطوکوب یا تحقیر کرده بود و نه ارتباط با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را دارد. نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که از سال 2015 به این سو در خارج از کشور و اساساً در اروپا عمل میکنند نیز هر نوع ارتباط غربتی و دیگر ژورنالیستان و بلاگرها در این اواخر دستگیر شده با این حزب اپوزیسیونی را رد کرده بهانه بی اساس در دست مقامات برای سرکوب ژورنالیستان آزاداندیش نامیدند. در همین حال مبارک قاسم همسر عبدالله غربتی به رادیوی آزادی گفت 2 هفته می شود که این روزنامه‌نگار را در بازداشتگاه دیدن نمیتواند. مبارک قاسم گفته است که عبدالله غربتی همگی چند روز قبل از حبسش صاحب فرزند شده بود و همسرش حالا طفل شیرمک در دست اداره به اداره میگردد تا اجازت ملاقات با او را به دست بیاورد. عبدالله غربتی با دلیر امامعلی همکاری داشت. ویدیوهایی که آنها پیرامون مسائل داغ تاجیکستان تهیه میکردند در یوتیوب و دیگر شبکه‌های اینترنتی صدها هزار تماشابین جمع آورد و قبل از حبسش شماره کاربران کانال دلیر امامعلی در یوتیوب به 150,000 نفر رسیده بود. از میانه‌های ماه می تا اولهای ماه ایول در بین کمتر از 2 ماه در تاجیکستان دست کم 6 ژورنالیست و بلاگر به حبس گرفته شدند. سازمان‌های بین المللی حامی حقوق انسان و حامی آزادی مطبوعات از جمله کمیته دفاع از ژورنالیستان از مقامات تاجیکستان خواستند که دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، ظفربek سیدامینی، عبدالستار پیر محمدزاده، الفت خانم محمدشاه و خوشروز جمعیف متخلص به خوشام گلیام را آزاد کرده به تعقیب ژورنالیستان و کوشش‌های با تهدید و ترس به زندان انداختن و بستن دهان مطبوعات خاتمه دهند. دوشنبه به این دعوت‌ها تا حال واکنشی نکرده است. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 17 آگوست سال 2022 در ساختارهای دولتی یک سلسله تغییرات کادری انجام داده. برای تصدیق برخی از این تغییرات از جمله برکناری معاون اول و معاون رئیس بانک ملی و تعیین نفران نو به جای آنها روز 24 آگوست سال جاری
اجلاسیه غیر نوبتی مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان را دعوت کرده است. روز 7 آگوست با فرمانهای پرزیدنت از جمله طالبزاده فردوس و نکهتزاده مهبانو از وظیفه معاون رئیس بانک ملی آزاد کرده شده، با فرمان دیگر پرزیدنت فردوس طالبزاده بلافاصله به مقام معاون اول رئیس بانک ملی پیشبری شده است. او در این مقام بلندتر جمال الدین نورعلی زاده یکی از دامادهای پرنفوذ پرزیدنت را عوض می کند. نورالله زاده ماه ایون سال جاری بعد 7 سال کاریش از وظیفه معاون اول رئیس بانک ملی آزاد کرده شد. علت برکناری او تا حال رسما اعلام نشده است و باعث به وجود آمدن سر و صداهای مختلف در جامعه شده است. همین طور با فرمانهای پرزیدنت نظیر گلبهار، سلیم زاده علی جان و شریف زاده فیروز معاونان رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین کرده شدند. طبق قانونگذاری تاجیکستان همه فرمانهای مربوط به تعیین و برکناری رئیس و معاونان رئیس بانک ملی باید از طرف پارلمان بررسی و تصدیق شوند. همین طور روز 7 آگوست با قرارهای حکومت تاجیکستان خواجه‌زاده طاهر عبدالله به سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رکتور مؤسسه بین دولتی تحصیلات عالی دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه، بلالزاده امیدجان از وظیفه رکتور گنرالی شرکت شبکه‌های تقسیمات برق، اسماعیل زاده زینت الله نیز با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه دیرکتور مؤسسه دولتی تلویزیون علم و طبیعت و عبدالله معروف از وظیفه معاون سر اداره بایگانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شدند. با قرارهای حکومت از 7 آگوست سال 2022 نسیم زاده اکبر و مبارک قدمزاده عبدالرحمن معاونان وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، فیض الله مشرف رکتور دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان روسیه و شریف زاده سیمکرم دیرکتور شبکه تلویزیونی علم و طبیعت تعیین کرده شدند. روز 7 آگوست سال 2022 در موافقه با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در روبری وزارت کارهای داخلی یک سلسله تغییرات کادری صورت گرفت. مرکز مطبوعات وزارت گفت به مقام‌های راهبری کارمندان صاحب تجربه، کاردان و بالایوقت تعیین گردیدند. در عموم در وزارت کارهای داخله 13 تغییرات کادری صورت گرفت. اکبر نظامزاده و عبدالرحمن مبارک قدمزاده معاونان وزیر، سوراب قربانزاده سردار ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی، تیمور شریف زاده سردار سرمرکز اطلاعاتی و تحلیلی وزارت کارهای داخله تعیین شده. همچنین رهبران شعبه های ملیت نویه واسه سنگوار مرغاب و شعبه وزارت کارهای داخلی فرودگاه دوشنبه عوض شدند. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات پرزیدنت امامعلی رحمان در ملاقات با کادرهای نفت تعیین شده در ساختارهای وزارت کارهای داخله از افزای منطقه و جهان، تامین ولایت قانون، مبارزه بر ضد هر گونه قانون شکنی ها، پیشگیری قاچاق مواد مخدر، سلاح و دیگر جنایت‌های فراملی یادآور شده تاکید کرده است که کادرهای جوان و بالایوقت وابسته به تهدید و خطر، جنایت‌های زمان معاصر و مبارزه با همه گونه ظهورات تروریستی و اکستریمیستی باید پیوسته آموزند و با استفاده از تکنولوژی معاصر سطح دانش‌های تخصصی خود را باز هم بلند بردارند. دادگاه شهر وحدت کارمند ناظرات انداز این شهر عبدالمنصور رحمانیان را بر اساس ماده 87 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان در رعایت نکردن ترتیب و مهلت بررسی مراجعت شهروندان گناهکار شناخته به اندازه 30 نشان دهنده برای حسابها برابر به 1920 سامانی به فایده دولت جریمه بسته است. مرکز مطبوعات داستان کل تاجیکستان روز 7 آگوست سال 2020 در شرح این پرونده گفت عبدالمنصور رحمانیان در مورد بررسی 25 مراجعت شهروندان فارغ بالی ظاهر کرده است. گفته می شود رحمانیان عبدالمنصور امیرزاد در اساس فرمان رئیس کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از 27 نوامبر سال 2020 تحت رقم 1077 به حیث متخصص گروه خدمت رسانی به صاحبکاران انفرادی شعبه خدمت رسانی به انداز سپارندگان نوزرات انداز در شهر وحدت تعیین گردیده تا این جانب فعالیت کرده به ویرانکنی قانونگذاری عاید مراجعت‌های شخصان واقعی و حقوقی دست داده است. چنانچه در دوره فعالیت کاریش از طرف سردار ناظرات انداز در شهر وحدت به رحمانیان زیاده از 25 مراجعت شهروندان برای بررسی واگذار کرده شده است، اما نام برده هنگام بررسی مراجعت‌ها طلبات‌های قانونی جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت‌های شخصان واقعی و حقوقی را صرف نظر کرده با مراجعت صاحبکاران انفرادی کریموف عبدالرحمن که اون در استحصالاتش قرار داشته به سبب عذرناک مهلت بررسی مراجعت مذکور را داخلانه ویران نموده
تا این جانب فعالیت صاحبکاریش را قطع نکرده به مؤلف عریضه جواب خطی ارسال نکرده است گفته می شود در اطلاعیه دادستانی. این نهاد میگوید طبق طلبات ماده 17 قسم 2 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت شخصان واقعی و حقوقی، مقامات بررسی کننده مراجعت عهده دارند که بررسی واقع بینانه، خالصانه، بی‌غرضانه و سر وقتی مراجعت ها را تامین نموده از روی ماهیت مسئله های در مراجعت گذاشته شده به شخصان واقعی و حقوقی پاسخ خطی دهند. پرکرور شهر وحدت به این دلیل نسبت بر رحمانیان با ماده 87 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پرونده حقوق ویرانکنی مأموری آغاز کرده به سود ارسال نموده است. با قرار دادگاه شهر وحدت رحمانیان بر اساس ماده 87 گناهکار دانسته شده نسبتش جزا در نمود جریمه به اندازه 30 نشان دهنده برای حسابها برابر به 1920 سامانی به فایده دولت تعیین کرده شده است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر سوختار مرگبار در نقطه فروش سوزشواری سارا آیل را تصدیق و اسم مرد در این حادثه هلاک شده را نشر کرد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی شب 15 آگوست سال 2022 ساعت 21:57 در نقطه فروش سوزشواری سارا آیل واقع در محله دهنه نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه هنگام خالی نمودن سوزشواری نوع بنزین به ظرف‌های نگهداری سوزشواری بنابر سبب رعایت نکردن معیار و طلبات قاعده‌های بی خطری سوختار به عمل آمده است. وزارت کارهای داخلی گفت در نتیجه این حادثه 2 نفر شهروند سوخته بدن گرفته. شهروند کریموف کامل جان سال تولدش 1996 ساکن نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در جای حادثه به هلاکت رسیده است. گفته می شود از حساب کارشناسان گروه کاری تأسیس داده شده مواد لازم به دادستانی شهر دوشنبه ارسال گردیده است و تحقیق حادثه مذکور ادامه دارد. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان قبلا خبر داد که شب 15 آگوست سال 2022 تخمینا ساعت 22:10 بر اثر در گرفتن یک ماشین بنزینکش در کنار یک نقطه سوزشواری در جماعت دهات چوربید نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه یک ساکن کوچه زحمت آباد که در نقطه فروش مواد سوخت کار میکرد به هلاکت رسیده. 2 نفر دیگر جراحت برداشتند. دادگاه نویه جبو رسولوف ولایت سوخت صاحبکار انفرادی بهرانوف شعباز را برای دعوت 6 مهمان به جشن زادروزش بر اساس دویم ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری تاجیکستان در ویران کردن قانون تنظیم گناهکار شناخته به اندازه 750 نشان دهنده برای حسابها برابر به 48000 سامانی یا $4600 جریمه بسته است. دادستان کل تاجیکستان روز 17 آگوست سال 2022 در شرح این پرونده گفت صاحبکار انفرادی بهرانوف شعباز سال تولدش 1970 ساکن نویه جبو رسولوف ولایت سوخت صحنه 17 ایون سال 2022 ساعت 19:00 زادروز خود را در آشخانه طعم‌های ملی واقع در نویه جبو رسولوف جماعت دهات دهمای با اشتراک 6 نفر بیرون از دایره عائله برگزار نموده طلبات ماده 8 قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان را ویران کرده است. پرکرور نویه جبو رسولوف نسبت به بهرانوف با ماده 481 قسم 2 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پرونده حقوق ویرانکنی مأموری آغاز نموده به سود ارسال نموده است. با قرار سود نویه جبو رسولوف بهرانوف در صادر نمودن حقوق ویرانکنی مأموری با ماده 481 قسم 2 گناهکار دانسته شده نسبتش جزا جریمه به اندازه 750 نشان دهنده برای حسابها برابر به 48000 سامانی تعیین کرده شده است. ماده 8 قانون تنظیم و رسم آیین که سال 2007 قبول شد سال 2017 طلباتش بازم شدیدتر کرده شد. تجلیل جشن و زادروز تنها در دایره عائله اجازت می‌دهد. شهروندان بر اساس این بند قانون حق ندارند به زادروز خود حتی دوستان و دوگانه ها و یا همکاران و همکسبان خود را دعوت کنند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که شام 16 آگوست سال 2022 تخمینا ساعت 18:50 در نویه ظفرآباد ولایت سوخت در شمال جمهوری بر اثر زهرآلودشوی از گاز اکسید کربن 2 نفر به هلاکت رسیده 1 نفر دیگر را در حالت بیهوشی به بیمارستان انتقال دادند. طبیبان وضع او را نه چندان خوب ارزیابی میکنند.
بنا به گزارش نوبدار ریاست ولایت‌های فوق‌العاده ولایت سوخت، در سیستم قبرهای انتقال آب تشناب‌ها در مرکز ناحیه ظفرآباد صدمه رخ داده است و این 3 نفر برای برطرف نمودن پیامدهای آن وارد چاه شدند. اما برابر فرآمدن به چاه کانالیزاسیونی هر 3 از پرتاب گاز اکسید کربن شدیداً زهرآلود شدند. 2 نفر آنها در جای حادثه هلاک شده، 1 نفر دیگر در حال بیهوشی از چاه بیرون آورده به بیمارخانه انتقال داده شده است. سبب حادثه دقیق نیست. احتمال می رود که این 3 کارمند به لباس مخصوص و بدون آمادگی قبلی و رعایت نکردن قاعده های بیخطری به این فاجعه روبرو شده باشند. گفته می شود در اطلاع کمیته ولایت‌های فوق‌العاده بنا به اطلاع رسیده یکی از هلاک شدگان 38 و دومی 46 سال داشته، اولی ساکن کوچه ظریفوف و دومی استقامت کننده کوچه عینی شهرک ظفرآباد بودند. هر دو عائله‌دار و صاحب فرزندان بودند. نفر سوم که حالا در بیمارستان بستری است و طبیبان حال او را نیز وزنین ارزیابی میکنند، نیز ساکن کوچه عینی شهر ظفرآباد بوده است. سبب‌های این حادثه تحقیق می‌شوند. در اساس مراجعت 1 نفر ساکن شهر دوشنبه از جانب کارمندان میلیسیا هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی 2 نفر نابالغ دختران 15 و 16 ساله ساکنان پشتخت برای در شبکه‌های اجتماعی پهن نمودن عکس و نوارهای بدنام کننده دستگیر کرده شدند. ضمن سنجش معین گردید که نامبردگان در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام صفحه‌های مخصوص گشوده با پهن نمودن عکس و نوارهای دیگر جوان دختران از آنها مبلغ‌های پولی طلب می‌کردند. وابسته به حالت مذکور بنابر سبب نابالغ بودن دستگیر شدگان نسبت والدان آنها طبق طلبات ماده 90 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شده، جهت من بعد به چنین کردار ضد حقوقی دست نزدن به طور قطعی آگاهانیده شدند. استفاده و نصب همه گونه دستگاه‌های مخصوص روشندهنده و صدادهنده و رنگ و بار غیر استانداردی که تنها برای واسطه‌های نقلیات مخصوص نگرانیده شده است در افت-ماشین‌های شخصی قطعاً منع است. متاسفانه بعضی از جوانان تنها با مقصد خودنمایی و نشان دادن برتریت نسبت به دیگران در نقلیات خود دستگاه‌های صدادهنده و روشندهنده و پلانک‌های مخصوص را نصب نموده با این ترتیب معیار و طلبات‌های قاعده‌های حرکت در راه را دغلانه ویران می‌کنند. از جمله راننده افت-ماشین تمغه پورشه رقم قید دولتیش 0070 ON01 شهروند یوسفوف اسفندیار سال تولدش 1987 استقامت کننده ناحیه نورآباد برخلاف مقررات قانونگذاری عمل نموده نقلیات خود را با پلانک مخصوص روی پوش نموده است. این عمل نامبرده از جانب کارمندان مقامات میلیس شهر دوشنبه آشکار کرده شده نقلیات و خود راننده به میدانچه جریمه‌ای دسترس کرده شدند. در نتیجه نسبت راننده یوسف اسفندیار پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده حالت حقوق ویرانکنی پوره برطرف کرده شد. از جانب کارمندان مقامات میلیس قبلا در چندین مورد اساساً جوان پسرانی که خود را معیوب وانمود کرده در کوچه‌های شهر دوشنبه مخصوصاً در بین راه ماشینگرد به طلبندگی مشغول بودند دستگیر و نسبتشان چاره‌های تاثیررسانی قانونی اندیشیده شدند. اما این نوبت در نتیجه مشاهده‌های اپراتیوی 2 نفر جوان دختر که در اصل جسم سالم و بازوی نیرومند دارند و تنها با مقصد به دست آوردن مبلغ خود را معیوب وانمود می‌سازند معین و دستگیر شدند. ضمن سنجش آشکار گردید که شهروند نسک و صبرینه سال تولدش 2000 و نسک و سفینه سال تولدش 2004 استقامت کننده شهر وحدت را در راه نقلیاتگرد خود را معیوب وانمود ساخته از شهروندان و راهگذران طلب کمک می‌کردند. چنان مشاهده و نشان می‌دهد شهروندان و راهگذران نیز به این مکر و حیله آنها باور نموده به نامبردگان مبلغ‌های گوناگون پولی می‌دهند. وابسته به حالت مذکور نسبت نامبردگان چاره‌های تاثیررسانی قانونی اندیشیده شده با مقصد من بعد به چنین عمل ننگین دست نزدن به طور قطعی آگاهانیده شدند. اعتماد به فالبین و جادوگران و از آنها طلب نمودن کمک برای پیشرفت کار و فعالیت جستن درمان درد و عملسازی دیگر خواهش انسانی نشان دهنده سطح معرفت‌ناکی چنین افراد می باشد. گرچند حیله و مکر و باطل بودن افسونکاری‌های جادوگران و فالبین‌ها که یا آشکار و معلوم گردیده باشد هم ولی محض اعتماد بعضی از شهروندان گمراه باعث از بین نرفتن این طایفه گردیده است. مقامات کارهای داخلی جهت دستگیر و به جوابگری جلب نمودن جادوگران و فالبین‌ها پیوسته رید و عملیات‌ها گذرانیده چهره چنین افراد را به مردم نشان می‌دهند.
تا که به دام فریب و مکر آنها نافتند، از جمله کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی دو در نویه فردوسی در نتیجه پیشبرد یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی سنجشی شهروند نورعلی و منوره سال تولدش 1972 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه مشفقی را دستگیر نمودند که نام برده در منزل استقامتی خود استفاده از هر گونه اشیاءها به سیرگیری و جادوگری مشغول گردیده با این را مبلغ به دست می آورده است. وابسته به حالت مذکور نسبت به نام برده بر اساس ماده 428 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شده به مقدار 2560 سامانی جریمه بندی کرده شد. 16 آگوست سال 2022 تخمین ساعت 2:30 راننده автомашین تمغه اوپل استرا پوچوف بارامجان سال تولدش 1979 ساکن نویه مشچو هنگام حرکت در روی ماشینگرد جماعت دیهات آبردان امین نویه از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد اسماعیل و مرزیه سال تولدش 1970 را که با همراهی نبیره خردسالش اسماعیل زاده کبریا سال تولدش 2019 ساکن نویه مذکور اسرا میگذشت پخش نموده است. در نتیجه خردسال اسماعیل زاده جراحات گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است و اسماعیل و باشد جراحات جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه شومنصور با عریضه مرد 31 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که ماه اپریل سال 2022 مرد 28 ساله ساکن پایتخت با راه فریب به باوریش در آمده از او یک عدد автомашین تمغه خوندای الانترا را به مبلغ $27,000 امریکایی نرخ گذاری کرده گرفته автомашین را به دیگر شخص فروخته مبلغش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.